با برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم. سلام. قبل از معرفی خبرگزاری شو به سرخط موضوع امروز 20 ایون توجه کنید. گردستی فتوده بگیری مجرمانی که زمان مشکلات زیاد را در روسیه پشت سر کردند حالا به هموطنان نیازمندشان کمک می‌رسانند. ما حالا کارمند اختیاری هستیم ولی در آینده می‌خواهیم که به سطح بالاتر سازمان‌های حقوقی برسیم. شکایت از سرشاری اجباری. بعضی ساکنان ازبکستان شکایت کردند که آنها را برای کار رایگان در بنیاد به اصطلاح محله‌های نمونوی مجبور می‌کنند. خرس سفید در پرتابگاه چی می‌جوید و یا چگونه تغییر اقلیم به حیات جانوران وحشی تاثیر کرده است؟ دو منصبدار بلندپایه آژانسی مبارزه با مواد مخدر در ولایت سوغد از وظیفه‌هایشان برکنار و از خدمت در این نهاد رانده شدند. میرزا رفشن سنگین‌زاده سرداری ریاست آژانسی مبارزه با مواد مخدر و شریف نعمت‌زاده معاون سرداری شعبه آژانسی در زرافشان رسما برای کرداری غیر آیین‌ناموی متهمند. وزارت کار خارجه تاجیکستان میگوید فعالیت این دو نفر بر اساس شکایت صاحبکار اوکراینی ویتالی کاستیوک تحقیق می شود. ویتالی کاستیوک 4 یونی امسال در مراجعتنامه به وزارت کار خارجه شکایت کرد و نوشت آخر ماه می هنگام بازگشت از کشور در نزدیکی مرز پنجکند با سمرقند از طرف ماموران این آژانسی به اساس گفتگو و بازپرسی شده است. بعداً او را از پنجکند به خوجند برده در آنجا نیز 4 ساعت بازپرسی کردند. روسیه برای میلیون ها مهاجران به عنوان کشوری است که روزی خود را در آنجا پیدا می کنند ولی وضع مهاجران خارجی از جمله ساکنان آسیای مرکزی در این دولت همان آزادپذیر باقی میماند. چند پیش یک سازمان تحقیقاتی با نظرداشت شرایط زندگی و کار و درآمد مهاجران آنها را به عنوان غلام معاصر هم ارزیابی کرد. در گزارش بعدی درباره آن میگوییم که چگونه افراد اختیاری که در گذشته تجربه سختی کار و زندگی در روسیه را به اصطلاح در پوست خود احساس کردند حالا به هموطنان نیازمندشان کمک می‌رسانند. گزارش از نسته شیوریمی است و آن را عبدالله شروف پیشنهاد می‌کند. در مرکز نگهداری موقتی مهاجران یگاروف امروز روز خوب است. هموطنان برای مهاجرانی که در انتظار دپارت و یا اخراج شویند محصولات غذایی و دیگر مواد ضروری را آوردند. این کمک نه از سوی یگان سازمان خیریوی بلکه از جانب اختیاریان و افراد علاهیده است که نسبت تقدیر این مهاجران به تفاوت نیستند. محمد در کار گروه اختیاریان شرکت کرده به مهاجران رایگان کمک حقوقی می‌رساند. با وجود سرکاری این جوان فرصت یافته به پول به مهاجران مشورتی حقوقی می‌دهد. از این کار او یک تین هم درآمد نمی‌بیند. مهاجران مشکلات زیاد دارند. در بیشتر موارد ما با کمک اختیاریان تابوت مهاجرانی را که بنابر حادثه های ناخوش می‌افتند به وطن انتقال می‌دهیم. در برابر این به مهاجرانی که در روسیه به مشکل روبرو می‌شوند پول جمع آورده با مساعدت کنسولگری تاجیکستان در مسکو آنها را به خانه بازپس می‌فرستیم. در حالی که محمد به فعالیت خیریوی وقت جدا می‌کند، زرنگار تنها با رسانیدن کمک حقوقی مشغول است. او هم به طور رایگان اما اساساً به مسئله مربوط به زنان مهاجر سر و کار دارد. او فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی خکس را با بهای اعلی ختم کرده است. حتی هنگامی رخصتی حامله‌داری نیز نمیتواند از کسب دوست داشته‌اش کنار برود. هرچند فرزندش همگی 1 سال دارد. برای زرنگار رسانیدن کمک حقوقی از یک سو کسبیتش را حفظ می‌کند، از طرف دیگر برای هموطنانش ضرور است. در بعض مرافعه‌های دادگاهی او را برادر و گاه فرزند شیرخواره‌اش همراهی می‌کنند. ما حالا کارمند اختیاری هستیم ولی در آینده می‌خواهیم که به سطح بالاتر سازمان‌های حقوقی برسیم. یعنی از ما متخصصان جوان فردا حامیان حقوق خوب آماده می‌شود. به نقل بختیار بیشتر کار حقوق شناسان از جمله زنگ‌های تلفنی نیز رایگان است. از جمله زنگ‌ها به پلیس، جستجوی آدمان در شعبه‌ها و معین کردن سبب بازداشت مهاجران. چون این تلاش‌ها معمولاً نتیجه می‌دهد و بازداشت شده‌ها را رها می‌کند. فعلا در مسکو چند گروه حقوق شناسان رایگان عمل می‌کنند که حدوداً از 10 نفر عبارتند. تقریبا همه آنها کاری مزدناک دارند. هرچند همه این افراد صاحب معلومات حقوق شناسی هستند اما به تعداد کمی این افراد امکان می‌دهند که از روی اختصاص فعالیت کنند.
من از این تجربه حقوقی میگیرم، یعنی تحصیل 5 ساله‌ای من بیهوده نیست، یعنی دست کمک و فایده رساندن به نفره. شما به دلخواه مرکزی حقوقی بروید، در آنجا مشورت اول بی پول و مشورت دوم پولکی است، اما در اصل آنها هیچ کار نمی کنند. تشبث حقوقشناسان رایگان از حامی حقوق والنتینا چوپیک است. او بر این است که مهاجران نوابسته از کشور اصل باید به همدیگر کمک رسانند. با مرور زمان به هنگام تعلیم دادن در مکتب مهاجران، جایی که چوپیک به پول اساسهای حمایت از حقوق خود را درس می‌دهد، او از حساب متخصصان حقوقشناس گروه اختیاریان را تأسیس داد. رو می‌ریم به موضوع دیگر. در داستان کل ازبکستان تغییرات کادری صورت گرفت. اوتابек муродов прокурори генералӣ аз мақоми худ барканор ва ба ҷои ӯ неъматулло юлдошев собиқ раиси сенати ин кишвар муваққатан таъин шуд. ҷоиз ба таъкид аст ки اوتابек муродов тақрибан 1 сол дар ин вазифа кор кардааст. و در ازبکستان میمونیم و از یک تشبث پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف میگوییم که نه همه ساکنان از آن استقبال میکنند. این اقدام به کارهای آبادانی محله ها وابسته است و طور معلوم میشود اجباری بوده است. مردم میگویند معلوم نیست که از این اقدام تا کجا ده ها آباد میشوند، ولی آن که وقتشان تلف مییابد دقیق است. موضوع سراجدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی ادامه میدهد. بعضی ساکنان ازبکستان به رادیوی آزادی شکایت کردند که آنها را برای کار رایگان در بنیاد به اصطلاح محله های نمونوی مجبور می کنند. با گفته آنها این یک بخش تشبث پرزیدنت ازبکستان است که دهه آباد نام دارد. دهه جوش زادگاه رئیس ولایت سمرقند است. یک ساکن این منطقه به رادیو آزادی گفت که دهه آنها از 8 محله عبارت است. از هر محله 500 و در بعضی حالتها تا 600 کس به حشر برآورده شده است. عموماً تا 5000 کس به کار برآمدند. بسیاری ها پیشبرد روزگار و نظارت فرزندان را کنار گذاشته مجبور شدند رایگان کار کنند. با گفته این شخص هر کسی اشتراک در چنین حشرها رد می کند با خوف گم کردن جای کارش مواجه می شود. با افرادی که از دولت نفقه و کمک پولی می گیرند تهدید شده است که اگر در حشر اشتراک نکنند از کمک دولت محروم می شوند. بسیاری از اشتراکچیان حشرها خادمان دولت بوده برای این کار علاوگی که عادتاً در روزهای استراحت است مبلغ به دست نمی آورند. اما رهبران دهه جوش این اطلاع ساکنان را رد می کنند و می افزایند که همه داوطلبانه محله‌های خود را آباد می کنند. هیچ کس آنها را به چیزی مجبور نکرده است و هیچ کس تهدید نکرده است که انتقال نفقه و کمک پولی آنها متوقف خواهد شد. در یک عکس که از ولایت جزخ ارسال شده است دیده می شود که اشتراکچیان تشبث دهه آباد در شیپنگ با رمز سازمان ملل متحد جایگیر شدند. با آنها دستور داده شده است که در این منطقه 550 منزل نو بنیاد کنند. ازبکستان بارها با استفاده مهنت اجباری میلیون ها نفر در جمع‌آوری حاصل پخته متهم شده است. طبق گزارش‌ها تشبث دهه آباد شوکت میرزیویف در تمام شهر و روستاهای ازبکستان عملی می شود. سراج‌الدین اسلام، شهر پراگا. برمیگردیم به تاجیکستان. کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان تالکو نهایت انتظاری بسیار ساله خود را برآورده ساخت. با مبلغ‌گذاری یک شرکت دولتی چین در داوم 2 سال آینده این کارخانه نوسازی می شود. سازشنامه در این رابطه ماه اپریل امسال در پکین امضا شده 15 میلیون در ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه به تصویب رسید. همکارم عبدالله شورف جزئیات این سازشنامه را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و نخست بگو که برای نوسازی تالکو چینایی ها چند پول میدهند و پس از نوسازی تو چه حد ظرفیت تولیداتی تالکو افزون می شود؟ سلام شهلا. شرکت چاینا مشنری انجینیرینگ کارپوریشن 545 میلیون دلار به تالکو سرمایه گذاری می کند و با این پول برقرارسازی خط آلومینیوم را در حجم 300,000 تن پیش بینی شده است. ایگور ساتوروف رهبر بخش روابط با جامعه در شرکت تالکو در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کارخانه عین حال 96,000 تن آلومینی خام استحصال می شود و امسال کارخانه نیت دارد
استحصال آلومینیوم را 20% بیشتر کند. به اطلاع او در دایره سازشنامه نو 2 سیخ کارخانه پورا نوسازی شده، در آنها در مجموع 428 دگ نصب می شود. ایگور ساتوروف گفت پس از نوسازی کارگاهی نو اقتدار تولیدی تا 300,000 تن آلومینی را خواهد داشت. صرفه برق هم خیلی بیشتر می شود. حالا در یک دیدان برای تولید 1 تن آلومینی حدودی 23,000 کیلووات نیروی برق مصرف می شود، ولی دیگدان های نو تنها 13,000 کیلووات برق مصرف می کردند. خب چرا تلکو به نوسازی احتیاج پیدا کرده است عبدالله و منفعت چین از چی عبارت است که این مقدار سرمایه هنگفت را به تاجیکستان می دهد؟ شالا کارشناسان میگویند ضرورت نوسازی شدن کارخانه تلکو که هنوز سالهای 70 بنیاد شده است موضوع بحث دیرینه است. با وجود نوسازی شدنش این بخش صنعت از گروه استحصالات افلاس به شمار می رود و از این رو چینایی ها که با مشکلات محیط زیست دست به گریبانند منفعت دارند که این گونه صنعت را از خاک خود بیرون برند و در خارج آن را فعال کنند. این اندیشه را بر رادیو آزادی 2 کارشناس مستقل بیان کردند. یکی از آنها کارمند سابق روسال شرکتی عظیم آلومینیوم روسیه است که با شرط فاش نشدن نامش گفت ادعا در مورد از جهت اکولوژی بزیان و یا کمزیان بودن تکنولوژی های چینی درست نیست. او گفت مقصد اساسی چین این است که صنعت را که هوا را زیاد آلوده می کند از قلمروش بیرون برآورد. خب فهما و تشکر عبدالله برای صحبتی فراگیر. بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. طول سالهای اخیر زیاد درباره تغییر اقلیم صحبت می شود. شاید بسیاری ها این مسئله رو جدی نمی گیرند، اما پیامدهای بعد آن الکی احساس و یا دیده می شود. از جمله خرسای سفیدی که از راههای عصر در اقیانوس شمالی تازه ترین ماهی و جانوران را صید می کردند، بنابر آب شدن یخها حالا در پرتابگاه های آدمان برای خود غذا می جویند. چگونه؟ در گزارشی می بینیم که کایومرسیاتا تقدیم می کند. این خرس مادینه سفید صدها کیلومتر را طی کرده و از مکان زیستش در قطب شمالی دور و اما در نزدیکی خطرناک با منزل زیست آدمان قرار گرفته است. درنده بهال را روز چهارشنبه در کناره‌های نوریلسک مشاهده کردند. بار آخر خرس سفید در این منطقه 40 سال پیش پیدا شده بود. ساکنان محلی با وجود خطر کوشش نمودند که از نزدیک جانور را نوار برداری کنند. الک کراشفسکی متخصص عالم وحوش دقیقاً نمی‌داند که سببی به شهر صنعتی آمدن خرس سفید چیست. به گفته او احتمال جانور راه گم زده است. کراشفسکی میگوید چشمانش خسته به نظر می رسیدند. او میگوید خرس برای برگشتن به محیط خود به نهایت بی‌حال است. شاید او را مدهوش میکنند و به یگان باغ حیوانات انتقال میدهند. تصمیم از سوی متخصصان گرفته می شود که از نوریلسک می آیند. تغییرات اقلیم تدریجاً خرس‌های سفید را از یخ محروم میکنند. این عامل جانوران را مجبور میکنند که غذا را در زمین نزدیک به مکان زندگی آدمان بجویند. چند پیش در نیم جزیره زمین نو بنابر هجوم جانوران وحشی به منطقه های اهالی نشین وضعیت اضطراری اعلان کرده بودند. وزارت کار خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه اظهارات پخش نموده گفته است که تاجیکستان آمادگی‌ها به نشست نوبتی سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای را که سال 2021 برگزار می‌شود شروع کرده است. طبق نامه این سازمان در نشست ماه ایون رهبری دوری از قرقیزستان به روسیه گذشت. در سال 2020 باشد از روسیه به تاجیکستان می‌گذرد. کمیته خاص زیر رهبری سروزیر تاجیکستان قای رسولزاده در شهر دوشنبه تأسیس یافته است که چاره‌بینی‌های خاص را برای نشست سران کشورها طرح‌ریزی و اجرا خواهد کرد. بینندگان عزیز، برنامه امروز را در همین دقیقه به انجام می‌رسانیم. گزارش‌های بیشتر را در آزادی ویدیو تماشا کنید. تسلیت خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی دسترس است. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود. خدا نگهداری هر یک شما باشد.